اینا هم خراب شدن؟ خواهی خراب نشن؟ برق داره روزی 4 ساعت میره، اینا 1 ساعت تو یخچال نباشن خراب میشن، همش شل شده. چک مغازه‌ام هفته دیگه باید پاس بشه. من از کجا بیارم کاسه؟ سود که نکردم، هیچ دارم ضررم میدم، بعد پول چکشم بدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مغازه رو جمع میکنیم تمام، این شیرینی‌ها همش خراب شده. آقا مگه تقصیر منه چیکار کنم برات؟ تقصیر کیه؟ ببین لباسم چی شده؟ من نمیدونم، لباس سالم دادم سالم. آقا به خدا برق رفت در دستگاه قفل شد، لباسا موندن تو مواد، میگی من چیکار کنم؟ آقا برو، من تا هستی خاک به سرم میریزه. بابا یعنی قربونتون برم با این کاسبیتون. چیه گوشت و مرغا سیگه بدبخت شدیم، برق رفت همشون فاسد شدن. مگه موتور برق نداره؟ موتور برق 1 ساعت کار میکنه، برقا 3 ساعت رفته. اوه امشب کلی رزرفی داریم تو رستوران. آقا این برقا چی شدن؟ 3 ساعت پیش به من گفتی برقا میاد، خمیرم آف شده، دستگاهم کار نمیکنه، به ناموسم میخوام نون بدم دست مردم. زندگیمون شده فقط ضرر. نیم ساعت صبر کنی میاد. نیم ساعت الان صبر کنم، فردا چی؟ پس فردا چی؟ هیچ که تو این مملکت جواب درست درمون بهمون نمیده. اینا فقط چند تا فریمش بود. اگه میخواستم ادامه بدم این ویدیو میشد 2 ساعت. تازه میگن چند روز دیگه هم میخوان آب و سهمیه بندی کنن. وای به حال اون روزی که جونمون سهمیه بندی بشه. بابا اینقدر مردم رو اذیت نکنید، بذارید مردم کاسبی کنن. این ویدیو رو هم اونقدر دست به دستش بکن تا به آدمش برسه، ولی بعید میدونم فایده ای داشته باشه، چون همیشه داستان همین. این یه معضل نونواز وقتی برق میره، این دستگاه با این داغی با این پیچ گوشتی باید اینجوری بچرخونیش تا نونو بپز. ببین چه زندگی پختیم واسم.